دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. محمدی هستم، مدرس ریاضیات در خدمت شما با طرح بزرگ 20، طرحی که قراره در کمترین مدت ممکن ما براتون ریاضی دهم رو جمع‌بندی بکنیم و هر آنچه که برای امتحان پایانیتون نیاز دارید، در واقع برای 20 شدن نیاز دارید رو ما در اختیارتون قرار بدیم. فقط یک چیز از شما انتظار داریم، اینکه ویدیو رو با دقت مشاهده بکنید و تمام سوالهایی که ما حل کردیم رو دوباره حل بکنید. دیگه یکم تلاش نیاز داره. میدونم که خب شرایط سختی بود، در هر صورت 2 سال و نیم گذشت و حالا مقصر هر کی که بود آموزش ها ضعیف بود و شما 2 سال عقب افتادید از درس ها. اما خب ما باید چیکار بکنیم؟ به کمک خودتون بیایم و این جمع‌بندی رو انجام بدیم جوری که حداقل به امتحانات پایانی امسالتون برسید. دیگه مثل سالهای پیش به صورت مجازی نیست و شما باید امتحانات پایانیتون رو حضوری امتحان بدید. و عرض کنم به خدمتتون که من تمام تلاشم رو برای جمع‌بندی انجام دادم و بهترین جزوه رو سعی کردم براتون جمع‌آوری کنم. فقط از شما انتظار دارم که یک بمب انرژی باشید، بدون استرس هر آنچه که براتون توضیح دادم رو با دقت تمام گوش بکنید. خب زیاد وقت رو نمیگیریم، بریم سراغ درسمون. میخوایم از فصل اول شروع بکنیم. فصل اولمون مجموعه الگو و دنباله هست که 4 تا درس داره و از درس یکیش انشاءالله میخوایم شروع بکنیم. درس اول مجموعه های متناهی و نامتناهی. خب ببین، مجموعه ها از پایه 9 شروع شد. خب مجموعه رو چجوری نشون میدن؟ یکی از شیوه های نمایشش اینجوریه، یا آکولات میذارن، عضوها رو اینجا با یک و ازش جدا میکنن، مثلا 5 6 7 8. اینا اعضای این مجموعه ما هست، اسمش هم با حروف بزرگ نشون میدن. این از این. حالا ما یک سری مجموعه های اعداد اصلی رو داریم. یعنی چی؟ یعنی اصلا اعداد رو ما اومدیم دسته‌بندی کردیم، در یک سری مجموعه ها قرار دادیم. اولینش مجموعه اعداد طبیعیه. تو پایه دهمی باید این رو از همینجا یاد بگیری. مجموعه اعداد طبیعی چیه؟ اعداد 1 2 3 4 تا الی آخر بی‌نهایت. به صورت یک واحد زیاد میشن. اینجا باید گذاشتمش. از 1 شروع میشه، یک واحد زیاد میشه. مجموعه اعداد بعدی اعداد حسابیه که با دبلیو نشونش میدیم. دقیقاً همین طبیعی است، یه دونه صفرش اضافه شده. پس فرقش با بالایی در یه دونه عضو صفر هست. این هم شد اعداد حسابی. از 0 1 2 3 همینجوری یه واحد داره میره بالا. و اما علاوه بر این مجموعه سوم که بسیار مهم است، مجموعه اعداد صحیحه که این هم یک واحد تغییر میکنه، اما قسمت منفی هم داره. علاوه بر 0 و این قسمت مثبت 1 2 3 4، قسمت منفی این اعداد طبیعی رو هم داره. -1 -2 -3 -4 تا الی آخر. پس از دو طرف تا بی‌نهایت ادامه داره. این 3 تا مجموعه جزء مجموعه اعداد اصلی ما هستن، هرچند که من الان 3 تا مجموعه دیگر هم میخوام نام ببرم، اما ما با این 3 تا خیلی کار داریم در شروع کارمون. یعنی اصلا بهتر اینجوری بگم، تا الان شما داشتید با این 3 تا مجموعه کار میکردید، به خصوص 2 تای اول. خب کاری به اونا نداریم، بریم سراغ مجموعه بعدی. مجموعه اعداد گویا. یک کسر به صورت ام انوم در نظر بگیر. ام انوم. صورت و مخرج این کسر ما، حالا ام گذاشتم و ان، هر کدوم یه مقداری داره، یه عددی قرار میگیره جاشون. این اعدادی که به جای صورت و مخرج قرار میگیره باید صحیح باشد. اما مخرج ما یک داستانی داره. علاوه بر این که میگه صورت و مخرج باید عضو مجموعه اعداد صحیح باشه، یعنی از این اعداد انتخاب بشه اینجا قرار بگیره، مخرج ما نباید 0 بشه. مخرج نباید 0 شود. پس مجموعه اعداد گویا چیه؟ میگه آقا اعداد کسری که صورت و مخرجش از مجموعه اعداد صحیح باشه.
همین عددی که اینجا داریم میبینیم صورت و مخرجش از اینا باشه ولی مخرج صفر نشه. حالا 5/3 2/4 1/6 همه اینها در واقع جزئی از اعداد گویا هستند. من یه نکته ای رو هم بگم، من برای هر عددی میتونم مخرج 1 قرار بدم. 3 با 3 فرقی داره، 3 تقسیم بر 1 میشه 3 دیگه، هیچ فرقی نمیکنه. 3 جزئی از اعداد طبیعی، حسابی و صحیح به حساب میاد. خب من نوشتمش 3 با هیچ فرقی نمیکرد، صورتش عضوی از اعداد صحیحه، مخرجش هم عضوی از اعداد صحیحه و همینطور غیر صفره. خب پس به عبارتی میتونم بگم عدد 3 یک عدد گویا هم هست. تمام تک تک عضوهای این سه تا مجموعه رو اگر چک بکنیم با هم دیگه میتونیم متوجه بشیم که همشون عضوی از اعداد گویا هستند. پس اینها هم عضوی از اعداد گویان. در واقع اینجوری نباید بگیم، بهتره بگیم زیر مجموعه اعداد گویان، یعنی تمام عضوهاشون در گویا هم وجود داره. مجموعه n زیر مجموعه گویاست، مجموعه W زیر مجموعه گویاست، مجموعه صحیح زیر مجموعه گویاست. چرا؟ چون حالا مثلا -2 رو میتونم بنویسم -2 کسی ایراد میگیره؟ نه، شرایط گویا بودن رو داره. تمام اعدادی که گویا نباشن گنگن. مثل چیا؟ مثل اعداد رادیکالی که جذر دقیق ندارن. آقا رادیکال 4 رو تو خیلی سریع میگی میشه 2، رادیکال 9 رو میگی میشه 3، ولی رادیکال 5 چی؟ رادیکال 2 چی؟ رادیکال 3 چی؟ اینها مقدار دقیق ندارن و اگر تو ماشین حساب بزنی میبینی تا بی‌نهایت همینجور اعشار داره، اصلا مقدار دقیق نداره. اینجور اعداد رو ما بهشون میگیم اعداد گنگ، اعدادی که مقدار دقیق نداشته باشن. اینجور اعداد گنگ به حساب میان. اما رادیکالیایی که جذر دقیق داشته باشن مثل رادیکال 9 که میشه 3، اونا جزء گویا به حساب میان. این هم از اعداد گویا. در واقع میتونیم بگیم ما یک مجموعه اعداد کلی داریم، یعنی کل اعدادی که داریم در موردشون صحبت میکنیم در مجموعه جمع شدن به اسم مجموعه اعداد حقیقی. تمام اعدادی که داریم در موردشون در دوره دبیرستان صحبت میکنیم، دانشگاه کاری نداریم، در دوره دبیرستان هر عددی که داریم در موردش صحبت میکنیم عضوی از مجموعه اعداد حقیقی هست. با آر نشونش میدیم، تمام اعدادا این توه. خب این آر تشکیل شده از یک قسمت گویا، یک قسمت گنگ. ببین این مجموعه اعداد حقیقی من هست، کل این باکس یک قسمتش گنگه، یک قسمتش هم گویا. اوکی، اجتماعشون رو گذاشتم. گنگ کدوم قسمت میشه؟ اگر از این آره تیکه گویا رو برش دارم، آرمن های کیو برش دارم، هر چی میمونه گنگه. در واقع هر عددی که گویا نباشه گنگ به حساب میاد. اینا رو می‌خواستم براتون توضیح بدم و همینطور این بالا توضیح دادم، گفتم اینا زیر مجموعه هم دیگن. الان کن تمام عضوهای n داخل W هست، پس میتونم بگم n زیر مجموعه W. تمام عضوهای W در داخل Z هست، پس میتونم بگم W زیر مجموعه Z. پس در واقع میتونم بگم n زیر مجموعه W زیر مجموعه Z و Z زیر مجموعه Q هم که زیر مجموعه کل R هست. این هم از این. حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید. من در مورد چیز توضیح بدم، شاید بلد نباشید، شاید فراموش کرده باشید. اگر یه مجموعه داشته باشیم مثل A 1 و 2 3 و 4، یه مجموعه دیگه هم داشته باشیم مثل B باشه 2 4 و 5. A اجتماع B میشه تمام عضوهای A و تمام عضوهای B روی هم، یعنی در واقع کنار هم دیگه، بدون اینکه عضو تکراری داشته باشیم. یعنی اگه عضو تکراری داشتیم فقط یه بار می‌نویسیمش. A اشتراک B یعنی تمام عضوهایی که بین این دوتا مشترک باشه. کدوما مشترکه؟ 2 4. پس A اشتراک B اشتراکاشون میشه در عضوهای 2 و 4. اما اجتماع B چی میشه؟ تمام عضوهای A 1 و 2 3 و 4 و تمام عضوهای B بدون تکرار. خب ببین الان این 2 رو من قبلا نوشتم، 4 رو قبلا نوشتم، 5 رو ننوشتم.
همه عضوهای A و B رو با هم نوشتم بدون اینکه عضو تکراری داشته باشم. آی منهای B چی میشه؟ میگه از داخل A اثرات B رو پاک کن، مشترکاش با B رو پاک کن. مشترکاش با B اینه، از داخل A پاکش کن. A منهای B 2 و 4 رو حذف کنم 1 و 3 میمونه. B منهای A هم یعنی که اثرات A رو از داخل B پاکش کن. از داخل B پاکش کنم فقط 5 میمونه. انگار مشترکاشو حذف کردم. اینم از این. خواستم یه اشاره‌ای داشته باشم روی این موضوع که به این صورت هم میتونستیم نمایششون بدیم. این A باشه، این B، آی منهای B میشه اینجا. تیکه های مشترکش با B رو از داخلش حذف کردم. خب دیگه زیاد نمیتونیم مانور بدیم روشون، وقت کم داریم. حاصل عبارت های زیر را به دست آورید. اجتماع N و Z رو بخوایم به دست بیاریم، بعد اشتراک بگیریم با Q. خب من همینجا این نکته میتونم بهت بگم، اگر این نکته رو خودت یادداشت کن، حتما این نکته رو یادداشت کن. اگر A زیر مجموعه B باشه، A اجتماع B، A اشتراک B. اگر A زیر مجموعه B باشه، تو فرض کن A کوچیکتر از B هست. تمام عضوهای A در B وجود داره دیگه، میتونه با هم برابر باشن یا اینکه A کوچیکتر باشه. من ولی به تو میگم آقا فرض کن این کوچیک است، این بزرگه. وقتی A زیر مجموعه B شد، اجتماع این دوتا A اجتماع B میشه بزرگه. اجتماع بزرگه، اجتماع بزرگه. بزرگه کدومه؟ B. اشتراک، این علامت اشتراک بود، میشه کوچیکه. A اشتراک B میشه کوچیکه. از همین قاعده میخوام اینجا استفاده کنم. N زیر مجموعه Z یا Z زیر مجموعه N. نگاه کن، من مجموعه اعداد گویا رو اینجا دارم، در داخلش Z ها رو دارم، در داخل Z ها W رو دارم و در داخل W هم N رو dارم. پس یعنی N زیر مجموعه W زیر مجموعه Z. پس میتونم بگم N چون داخل Z قرار داره، N زیر مجموعه Z. خب اجتماع این دوتا میشه بزرگه، یعنی Z. چی باقی موند؟ Z اشتراکش با Q. خب من که میدونم Z در داخل Q قرار داره و زیر مجموعه Qه، تمام عضواش تو Q قرار داره. اشتراکشون میشه کوچیکه، کوچیکه این وریه است، میشه Z. مجموعه اعداد صحیح شد جواب من. از اینجا W منهای N. آقا W چی بود؟ W این بود. از داخلش عضوهای مشترکش با N رو حذف کن، یعنی 1 2 3 به بعد و از داخلش حذف کن. چی میمونه؟ فقط 0 میمونه. اجتماع 0 با Z چی بود؟ اعداد صحیح. اجتماع چی میشد؟ اجتماع دو تا مجموعه، تمام عضوهای این مجموعه با تمام عضوهای این مجموعه روی هم دیگه بیاد. فقط عضوهای تکراری نمی نویسیم، یعنی اگه یه عضوی داشتیم دیگه تکرارش نمی کنیم. خب 0 داخل Z هست، 0 داخل Z من دارم، پس اجتماعشون همون Z میشه دیگه. 0 رو دوبار که تکرار نمی کنم. بریم سراغ بحث بازه ها. اعداد حقیقی رو یاد گرفتی چی بود؟ اعداد گویا، اعداد گنگ، همه با هم میشن اعداد حقیقی. من روی محور اعداد، یعنی مثلا اگر این محور اعدادمون بود تا به حال در موردش صحبت میکردیم، این 1 باشه این 2، بین 1 و 2 هم بی نهایت عدد حقیقی داریم. گویا، گنگ، بی نهایت میتونه باشه. تمام این نقاط که بی نهایت مقدارشون، تک تکشون جزئی از اعداد حقیقی به حساب میان. پس چون ما نمیتونیم دونه بدونه، ببین تا قبل میومدیم مثلا اینجوری اعداد رو مشخص میکردیم، مثلا می‌خواستیم بگیم 1 هست
2 هست اینجوری مشخص میکردیم، ولی الان دیگه نمیتونیم. وقتی میخوایم در مورد اعداد حقیقی صحبت کنیم بی نهایت نقطه داریم، به صورت خط نشون میدیم. گرفتی چی شد؟ حالا الان بریم صحبت کنیم در موردش. اولین بازه بسته اعداد حقیقی بین آ و بیه. وقتی میگیم بسته یعنی چی؟ یعنی خود آ و خود بی هم شاملشن. داره میگه آقا تمام اعداد حقیقی بین آ و بی، بینشون به علاوه خود آ و خود بی، خود آ و خود بی هم باشن. ببین بینشون رو خط کشیده، خود آ و خود بی رو هم گذاشته. ما بهش میگیم بازه بسته، با کروشه نشون میدیمش. همین رو به این شکل هم میتونیم نمایشش بدیم به صورت نماد ریاضی. بگیم x های عضو r یعنی مجموع اعداد حقیقی به طوری که این اعداد حقیقی بین a و b باشن، مساوی a و b هم باشن. یعنی این ناحیه‌شو داریم در واقع معلوم میکنیم که این عددی که داریم در موردش صحبت میکنیم کجاها میتونه قرار بگیره. من که نمیدونم این عدد چیه، دارم در مورد کدوم اعداد صحبت میکنم، ولی میتونه در این نواحی عدد من قرار بگیره. این کروشه ها رو در نمایش هندسی روی محور با دایره توپر در واقع نشونش میدم. این کروشه ها رو در نمایش به نماد ریاضی با این مساوی ها نشون میدم. در صورتی که در بازه باز بین آ و بی خبرها نیست. دیگه خبری از مساوی اینجا نیست. دارم میگم اعداد حقیقی بین آ و بی. وقتی از بازه باز صحبت میکنم فقط بین آ و بی رو میخوام. یه ذره بیشتر از آ هستا، یه ذره کمتر از بی هم توش هستا، ولی خود آ و بی داخلش نیست، فقط بینشون. واسه همین دایره تو خالی گذاشتم برای آ و بی. اینجا هم دیگه مساوی نذاشتم. عددی که داریم در موردش صحبت میکنیم فقط میتونه این بین قرار بگیره، روی آ و روی بی نمیتونه قرار بگیره. و بازه باز و بسته که گفتم، بازه نیم باز رو در موردش صحبت کنیم که 2 تا حالت داره. 1 بازه بسته آ تا بی باز، بازه باز آ تا بی بسته. این تیکه رو بهش میگیم بسته، این تیکه باز. به نماد ریاضی بخوایم نمایش بدیم، اون که کروشه داره رو مساوی میذارم، اونی که کروشه نداره رو یه دونه علامت کوچیک‌تر معمولی گذاشتم، مساوی نمیذارم براش. اینی که پرانتز کروشه نیست علامت معمولی، اونی که کروشه داره مساوی براش گذاشتم. اونی که کروشه داره توپر میتونه اینجا قرار بگیره بینشون، اونی که کروشه نداره تو خالی. پایینی هم به همین شکل. روی بی کروشه داریم، مساوی داریم، دایره توپر. و اما بازه باز آ تا مثبت بی نهایت داره میگه اعداد بزرگتر از آ رو در نظر بگیر. آ تا مثبت بی نهایت. بازه باز هم از صورتش پرانتز گذاشته، خود آ نمیتونه باشه، واسه همین به این شکل تو خالی گذاشتتش. از اینجا تا مثبت بی نهایت خود آ و کمتر از آ نمیتونه باشه. این عددی که داریم در موردش صحبت میکنیم، حالا هر جا بخواد بشینه فقط به این ور باشه. حالا اگر اینجا بود آ بسته تا مثبت بی نهایت، این همیشه پرانتزه، میشد x های عضو r به طوری که x بزرگتر یا مساوی آ باشه. بزرگتر یا مساوی آ یعنی روی آ یک توپر میشد بزرگتر. x های کوچیکتر از آ مساوی هم نداره. اینجا رو میبینی اینجا پرانتز گذاشته، باز گذاشتتش. یعنی آقا فقط کوچیکتر از آ رو میخوام، خود آ رو به هیچ وجه نمیخوام، پس تو خالی گذاشتمش. حالا اگر این مساوی میگرفت اینجا هم کروشه میشد، تو پرش میکردم مثل این بالاییه. نکته: هر مجموعه مثل آر منهای این مجموعه تک عضوی آ، ببین این اعداد حقیقی ها، اگه خط کنارش دیدی معمولا این خط رو میذارن، منظور همون اعداد حقیقیه. آر بزرگ از داخل آر بیا و نقطه آ رو حذف کن.
ببین مجموعه تک عضوی دیگه، عدد آ رو حذف کن، 2 3 4 هر چی هست فقط اونو بردار. مجموعه آر من بازه منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایته، یعنی تمام اعداد حقیقیمون از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت. روی محور به چه شکل میشه؟ اگر این محور اعداد باشه از منفی بی نهایت میاد تا مثبت بی نهایت. حالا اگر بیام از آر مقدار، برای مثال مقدار 2 رو حذف کنم، چون برای مثال مقدار 2 رو حذف کنم، یعنی آقا از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت دارم، این عدد 2 رو از توش بردار، هر چیزی ممکنه باشه بجز 2، این شکلی میشه. مشکل رو میبینی؟ فقط 2 رو تو خالی کرده، بقیه تو پرن، خط پیوسته است، همه اعداد هست بجز 2. این رو هم در نظر داشته باش. خب با فرض آنکه مجموعه آمون باشه، ببین ما مجموعه ها رو به صورت بازه هم میتونیم نشون بدیم. زمانی با آکولات نشون میدادم که یک سری نقاط بود، بی نهایت نقطه نبود. من بازه ها رو بهتون گفتم نمیتونم نقطه بذارم چون بی نهایت نقطه است، خط میکشم. واسه همین بازه ها رو با پرانتز و کروشه نشون میدیم. در صورتی که مثلا اونایی که تعدادشون محدود بود، یک سری نقاط خاص بودن و با آکولات نشون میدادیم دیگه، اینا تعدادشون کم بود. ولی اینکه بی نهایت عدد بین دو تا عدد صحیح وجود داره رو من نمیتونم دونه بدونش نشون بدم. خب آ رو بهم داده، بی رو هم داده، سی رو هم داده، حاصل عبارت هزی رو گفته به دست بیارید. خب این آ با قرمز میکشمش، منفی بی نهایت تا منفی 4. من اینو اول اعدادش رو درست کنم. منفی 5، منفی 4، 0، 6. خب مجموعه آ اعداد حقیقی از منفی بی نهایت تا منفی 4 باز، از منفی بی نهایت تا منفی 4 باز. مجموعه بی از منفی 5 بسته تا 6 بسته، از منفی 5 بسته تا 6 بسته. خب من الان آ رو رسم کردم، آ رو اینجا با آبی میذارم، نه با قرمز بپسم. این آ، این بی، سی رو هم با یک رنگ دیگه میتونم رسمش کنم، ولی به نظرم اول بیام این رو حساب کنم. آ اجتماع بی چی میشه؟ تمام عضوهای آ و تمام عضوهای بی همشون با هم. الان این آه، این هم بیه، مشترک غیر مشترک همه رو بنویس. خب این از منفی بی نهایت هست میاد اینجا پیوسته میشه، پیوسته میشه، پیوسته میشه تا 6. پس از منفی بی نهایت میایم، هیچ نقطه‌ای رو خالی نمیبینیم که نه آ عضو داشته باشه نه بی، همشون عضو دارن، مشترک غیر مشترک همه رو میگیرم تا اینجا. از 6 به بعد دیگه نه آ عضو داره نه بی عضو داره، تمام شد. این شد آ اجتماع بی. پس قسمت آ اجتماع بی من شد از منفی بی نهایت تا 6 بسته. حالا اشتراک این رو میخواد با سی. سی چیه؟ بریم سی رو با سبز رسم کنیم. از صفر بسته تا مثبت بی نهایت. در واقع من الان اینجا سی رو بر میدارم، به جاش چی میذارم؟ از صفر بسته تا مثبت بی نهایت. جواب اینو خب از رو شکل بگو اشتراک اینا چیه؟ بذار من یه کاری کنم آقا، به خاطر اینکه بهتر بفهمی یه کاری میکنم. از صفر بسته تا مثبت بی نهایت سی رو اینجا میکشم زیر آ اجتماع ب.
الان راحت ببین آ اجتماع به اشتراکش با سی رو خواسته، این سیه. کجاها روی هم قرار میگیرن؟ از 0 بسته تا 6 بسته. ببین اول بینشون رو مشخص کن. از چند تا چند زیر هم قرار میگیرن؟ از 0 تا 6. خود نقطه 0 تو جفتشون هست؟ بله، هیچ تو خالی من نمیبینم. خود نقطه 6 تو جفتشون هست؟ بله، منم هیچ تو خالی نمیبینم. به این شکل شد. این از این. بعدی رو هم حل کنیم. من جا دارم. خب دیگه روی همین محور کاش رسمش کنم. آ و بی و سی هم دارم دیگه، رو همین محور رسمش بکنم. این هم از سی. در قسمت بعدی چی گفته؟ گفته آ منهای بی اجتماعش با سی. اول برو آ منهای بی رو به دست بیار. آ منهای بی رو اول بریم به دستش بیاریم. اینو یعنی از داخل آ که قرمز رنگ هست هر قسمتی اشتراک داشت با بی رو حذفش کن. کدوم قسمت ها اشتراک داره با بی؟ اینجاست. این تیکه رو حذفش کن. چی میمونه؟ از منفی بی نهایت تا 5. خود 5 چی میشه؟ ببین 5 با بی مشترک بوده که از تو آ برش دارم؟ بله، تو جفتشون بودش، تو خالی نداشته. پس از داخل آ 5 رو هم بر میدارم. از 5 تو آ نیست، تو خالی گذاشتم. حالا اجتماع این رو با سی میخوایم. منفی بی نهایت، اینو پاکش میکنم، منفی بی نهایت تا 5 باز. این چیزی بود که الان به دستش آوردم. اجتماعش با سی. سی این سبز است. قسمت های مشترک و غیر مشترکشون رو ما نیاز داریم. خب اصلا اینا هیچ مشترکی ندارن. از این تیکه تا این تیکه، از این تیکه هم تا این تیکه با هم میشن جواب ما. یعنی در واقع از منفی بی نهایت تا 5 اجتماع سی من چیه؟ از 0 بسته تا 6 باز. چون هیچ قسمتی روی همدیگه قرار نگرفتن به همین شکل می‌نویسیمشون. دیگه شکل دیگه نمیتونیم بنویسیم چون به هم ربطی ندارن که من بخوام یه تیکش کنم یه بازش کنم. این تیکه رو نداره. گرفتی چی شد؟ این هم هستین. و اما مجموعه های متناهی و نامتناهی. خوب گوش کن آقا. مجموعه های متناهی مجموعه هایی هستند که ما میتونیم تعداد اعضاشون رو بیان کنیم. در واقع تعداد اعضاشون یه عدد حسابی میشه. ما میتونیم در مورد تعداد اعضاشون صحبت کنیم. مشخصن، نامحدود نیستن، در صورتی که تو نامتناهی اینجوری نیست. هر عددی رو که در نظر بگیرم به عنوان تعداد اعضاش باز اون بیشتره. مثلا برای مثال ما میتونیم اینجا مجموعه های مختلف رو با هم بررسی کنیم. مجموعه اعداد اول یک رقمی. اعداد اول چیا بودن؟ 2 3 5 7. اینا یک رقمیاش بودن دیگه. 11 و 13 اونا رو ادامه نمیدم. یک رقمیاش ایناست. اینا 4 تا عضو داره. یه عدد حسابی تعداد عضواش. غیر از این نیست. پس این میشه مجموعه متناهی. مجموعه اعداد طبیعی فرد 1 3 5 7 معلوم نیست تا کجا ادامه پیدا میکنه. هر عدد طبیعی فردی رو به عنوان آخرین عضو مجموعه در نظر بگیرم باز بزرگتر از اونم داریم. پس من به هیچ وجه نمیتونم بفهمم که آقا چند تا عضو توی مجموعهمون داریم. پس یک مجموعه نامتناهی به حساب میاد. مجموعه اعداد طبیعی 10 رقمی آفرین متناهی به حساب میاد. چرا؟ چون فقط اومده مشخص کرده 10 رقمیاش. گرفتی چی شد؟ 10 رقمی مشخصه که چند تا عدد داریم دیگه. پس جزء متناهی ها به حساب میاد. ولی وقتی میگه مثلا مجموعه اعداد طبیعی دیگه نمیدونم چند تاست که. من الان فقط 10 رقمیاشو میخوام حساب کنم متناهیه. مجموعه دانش آموزان مدرسه شما.
خب ما تو مدرسه‌مون تعداد دانش آموزا مشخصه دیگه، از هر تعدادی که در نظر بگیریم بیشتر نیست که، یه تعداد مشخصی دانش آموز داخل مدرسه ثبت نام شده، پس جزء متناهی‌ها به حساب میاد. یک عدد حسابی هست تعداد دانش آموزا. بازه 0 تا 1، 0 باز تا 1 باز چند تا عضو داره؟ بی نهایت عدد حقیقی بین این دوتا در واقع وجود دارن، بی نهایت، پس اصلا نهایتی نداره، میشه نامتناهی. مجموعه مضرب‌های طبیعی عدد 10. مضرب‌های طبیعی عدد 10 چی هست؟ 10 یکی 10 تا، 10 دو تا 20 تا، 10 سه تا 30 تا، طبیعیاش دیگه 40 50 تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ محدودیتی داره؟ نه، تا هر عددی که من فکرشو کنم بیشتر از اون میره، پس به اینم میتونم بگم نامتناهی. برای یادآوری یه تیکه کوچیک برات آوردم که در پایه نهم گفته شده بود، اما برای یادآوری آوردمش. در مورد مجموعه تهی می‌خوایم صحبت کنیم. آقا مجموعه تهی هیچ عضوی داخلش نداره، 0 عضویه، تعداد عضوهاش 0. با چی نشونش میدیم؟ با این علامت یا این علامت. اینا تهی نیستن این تهی نیست، این الان یه مجموعه یک عضویه داخلش تهی داره، این اصلا تهی نیست. این تهیه، اینم تهیه، هر چیز دیگه غیر از این دیدی تهی به حساب نمیاد. این رو هم حواست باشه. خب این از درس اولمون. واسه اینکه مطالب خیلی زیاد نشه در هر ویدیو و شما هم وقت استراحت داشته باشید، ما اومدیم پارت براتون تقسیمشون کردیم ویدیوها رو که شما هم بتونید متوجه بشید در واقع الان میتونید استراحت کنید و پیوستگی مطالب رو البته سعی کردیم ما از دست ندیم. الان در درس اول این مطالب به اندازه کافی برای شما بوده و بقیه مطالب رو میتونیم در ویدیوی دوم در خدمت شما باشیم. پس فعلا خسته نباشید تا ویدیوی بعدی.